درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر شما را استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 1 میون است و نخست نگاه به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. مقامات انتظامی در شهر دوشنبه سبب مرگ یک سرباز روس را تحقیق میکنند که جسد او را در نزد یکی از بناهای بلندنشانه پیدا کردند. آزادی بعد از بیشتر از 11 سال زندگی در حجره‌های زندان، دو عضو سابق بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی را در کلاب رها کردند. امریکا به چند پایگاه و مرکزهای اداره پهپادها در ایران ضربه زده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت یک پایگاه امریکا را هدف گرفت. مقامات انتظامی در شهر دوشنبه به تحقیق مرگ یک سرباز روس آغاز کردند که جسد او را در پیش یک بنای بلند آشیانه یافتند. حادثه 5 روز پیشتر در محله گیپرزم، یکی از محله‌های دوشنبه صورت گرفته است که یک قرارگاه بزرگ سربازان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در آنجا جایگیر است. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر سایف امروز به همانجا رفتند و با شاهدان حادثه هم صحبت کردند. جسد یک سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را روز 26 می در نزد یک بینای مسکونی نه آشیانه در چند متری این پایگاه پیدا کردند. اما مسئولان پایگاه از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. حادثه صبح 26 می سال 2026 در همین جا رخ داده است. با گفته شاهدان، این سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان صبح بر وقت این روز خود را از بالای بلندی این بنا به زمین هوا داده است که در همین جا به زمین میزند. به گفته اولین شاهدی که این حادثه را دیده است، وقتی که او آمده است و جسدی در اینجا خوابیده او را میبیند، وقتی که با کجای زنگ میزنه و درباره این حادثه خبر میدهد، میگن ببین کی او کیست. کامیل باباجانوف، مسئول تازگی بینایی که حادثه رخ داده است، نخستین کسی است که جسد این سرباز را پیدا کرده است. با رئیس محله گفتم همینجا آدم گفتم آدم خوبه. گفت بین کو کیه چیه؟ با ما ناظر منطقه رئیس محله که تا بالا بمب اومدیم. همینجا دیدیم جای واقعه را سیگارت کشیده لب بیتونده برآمده پای پوچه. که جو خزغاتی هم که دیدیم که همونجا وای کردگی. نام نصابش معلومه. داوژنکا kim چی بود؟ داوژنکا. نه سالدار. سالدار. کنترکت میکنه. چند سال بود معلومه. خیلی چی بالا داشت. 42 ممکن 45 هم خیلی باشه. این چی نگفتن سببش چی بود؟ چی نفهمیدیم بعد نفهمیدیم. خب که سبب هیچ کنه نمیدونم. اگه همون ممکن خود اون گپ خبر اون چیزی باشه بین. بالا دا سیگارت بود عرق فرق خمر. نه هیچ نبود. بعد مرده شکی بود. اسنگشنیکو بود. این مقامات ما آمد هم پروکراتور بود، ناظر منطقه بود و این پروکراتور بود. ساکنان بینایی که واقعا آنجا رخ داده است بسیار با احتیاط با خبرنگاران صحبت میکنند. خود این سرباز در این بینا زندگی نمی کرده است و در جای دیگر خانه اجاره داشته است. با گفته برخی زنهای این بینا، روزهای بعد از حادثه بعضی از افسران پایگاه گفتند که انگیزه حادثه مشکلات خانوادگی این سرباز بوده است. با گفته یک از شاهدان دیگری حادثه، این سرباز دوره رخصتی مهنتیش آغاز شده بوده است، باید روزهای نزدیک به نزد خانواده‌اش به روسیه می رفته است. هنوز مشخص نیست که آیا پرونده‌ای در این زمینه باز شده است یا نه و این حادثه چون خودکشی تحقیق می شود یا بر پایه ماده‌های دیگری قانون‌های جنایی. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش این کشور به شمار می رود و در گوشه از شهر دوشنبه موقعیت دارد. خبر دیگر هم از تاجیکستان است. محمد شریف نبیف و عبدالصمد غیرتوف، دو مقام بلندپایه حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، از زندان آزاد شدند. یکی از پیوندان آنها با شرط فاش نشدن نامش روز 1 میون بر رادیو آزادی گفت همین صبح از زندان
بیرون آمدند 11 سال را در بازداشتگاه و زندان گذراندند. در عکس‌هایی که به دست رادیو آزادی رسید، محمد شریف نبیف در نزد دروازه زندان و در حلقه خویشاوندانش تصویر یافته است. محمد شریف نبیف و عبدالصمد غیرتوف که نمایندگان حزب نهضت در کلا بودند، سال 2015 دستگیر و سپس به 14 سالی زندان محکوم شدند. یک اتهام اساسی به ضد اعضای این حزب کوشش غصب قدرت و همدستی در آشوب گنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 گفته میشد. گروه کاری تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل سال 2020 در یک ارزیابی گفت حکومت تاجیکستان اعضای بلندپای حزب نهضت اسلامی را برخلاف قانون و معیارهای بین المللی زندانی کرده است. مقامات تاجیکستان از سال 2015 به این طرف این حزب را همواره به کوشش سرنگونی حکومت، طرحریزی آشوب و کشتار متهم می‌کنند، ولی ریاست حزب در خارج این اتهامات را پیوسته رد کرده است. تا کنون برای پیروی به حزب نهضت 10 نفر یا در زندان هستند یا تحت پیگرد بین المللی قرار دارند. حزب نهضت اسلامی طاقت فعالیتش در تاجیکستان به گفته رهبرانش بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد از حزب حاکم خلقی دموکراتی دومین سازمان عمده سیاسی در تاجیکستان به حساب می رفت. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت برقراری آتش بس در لبنان یک شرط کلیدی برای هر گونه سازش با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه باقی میماند. این بیانیه در حال صدا می‌دهد که تهران و واشنگتن با هدف نهایی کردن یک سازش برای خاتمه دادن به جنگ و مبادله پیام‌ها را بین هم ادامه می‌دهند. جنگ آخر ماه فوریه با حمله‌های یکجای آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و سپس تمام خاورمیانه را فرا گرفت. امروز و دیروز هم دو طرف به هدف‌های یکدیگر ضربه زدند. گزارش کیومرثیت ها را می‌بینیم. ارتش آمریکا اعلام کرد که بار سوم با هدف دفاع از خود به پایگاه‌های ایران ضربه زده است. در پاسخ به این، نیروهای ایران روز 1 ایون به کویت، یک همپیمان اساسی آمریکا در خلیج فارس، با موشک و پهپادها حمله کردند. فرمانده مرکزی نیروهای آمریکا در بیانیه گفت آخری هفته گذشته با هدف حمایت از خود به پایگاه‌های راداری و مرکزهای فرماندهی و اداره درون‌های ایران در منطقه گاروک و جزیره قشم ضربه‌های هوایی زد. ضربه‌ها حداقل سومین حمله آمریکا به هدف‌های ایران بعد از اعلان آتش بس در اولین ماه اپریل است. تنش‌های نو در زمانی است که مقامات آمریکا و ایران برای تمدید آتش بس به یکدیگر پیشنهاد فرستاده موضوع باز کردن گلوگاه هرمز و از بین برداشتن محاصره بندرهای ایران را بررسی می‌کنند. نظامیان آمریکا گفتند که حمله‌ها پاسخ به عملکردهای ایران در روزهای شنبه و یکشنبه بود که یک پهپاد آمریکایی را نابود کرده است. در بیانیه آمده است ضربه‌ها در جواب به حرکت‌های خشن و پیوسته ایران، از جمله سرنگون کردن پهپاد MQ-1 آمریکا در فضای آب‌های بین المللی بود. در بیانیه آمده است هواپیماهای آمریکایی در پاسخ سیستم‌های دفاعی هوایی ایران، یک پایگاه نظارت زمینی و 2 پهپاد قاتل را که خطر آشکاری برای کشتیرانی در منطقه بودند نابود کردند. رسانه‌های دولتی ایران از قبل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشتند که نیروهای آنها یک پایگاه هوایی را که آمریکا از آنجا برای حمله‌های آخر استفاده کرد هدف قرار دادند، ولی نام پایگاه و آن کشور را نگفتند. در عین زمان ارتش کویت خبر داد که سیستم‌های دفاعی با حمله‌های موشکی و پهپادهای دشمن روبرو شدند و در سراسر این کشور بانگ خطر به گوش رسیده است. کویت نگفت که موشک‌ها از ایران آمدند یا نه، ولی این کشور خرد از این پیش هم بارها مورد حمله‌های جوابی تهران قرار گرفته است. ایران میگوید حمله‌های آمریکا به خاک کشور از خاک کویت صورت میگیرد. نیروهای ایالات متحده روز 7 می نیز بعد از حمله‌های موشکی و پهپادی ایران به کشتی‌های نظامی آمریکا به پایگاه‌های ایران ضربه زده بودند. همچنین روزهای 25 و 27 و 28 می به ضد پایگاه‌های موشکی، قایق‌های مینه‌گذار و دیگر هدف‌های نظامی که به گفته واشنگتن برای نیروهای آمریکا و کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز تهدید می‌کردند، حمله‌ها انجام داده بودند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که بر اساس طرح پیشنهادی او برای آتش بس، تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی روز 31 می تصدیق کرد که گفت و شنیدها ادامه دارند، اما در مورد حدس و گمانها هشدار داد و گفت تهران نمیتواند تا زمانی به دست آمدن نتیجه نهایی و روشن روند مذاکرات را ارزیابی کند. مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر درباره چند پیشنهاد رد و بدل کردند. روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت اکسیوس روز 30 می گزارش دادند که دونالد ترامپ طرح نوی سازش را با شرط‌های سخت‌تر به تهران باز پس فرستاده است. 7 میلیون در ارمنستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود که به قول بسیاری ها سرنوشت ساز خواهد بود. نخست وزیر نیکول پاشینیان سعی دارد با هدف پیوستن کشورش به اتحاد اروپا همکاری با این سازمان را گسترش دهد، اما روسیه با اشاره به عضویت ارمنستان در اتحاد اقتصادی اوراسیایی کوشش‌ها را غیر قابل قبول شمرده. به یریون گفته است عضویت همزمان در دو سازمان امکان ندارد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان به ارمنستان هشدار دادند که اگر یریون تلاش عضویت در اتحاد اروپا را قطع نکند، عضویتش در اتحاد اقتصادی اوراسیا را متوقف خواهند کرد. در اظهارات رهبران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا که آخر هفته گذشته در قزاقستان نشر شد، تاکید گردیده است که آمادگی‌های ارمنستان به عضویت در اتحاد اروپا امنیت اقتصادی اعضای دیگر اتحاد اوراسیا را با تهدید مواجه می‌کند. در این سند از ارمنستان تقاضا شده است که هرچی زودتر نظرخواهی عمومی دایر نموده انتخاب کند که با اتحاد اوراسیا است یا اتحاد اروپا. در عرفه نشست آستانه سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارова گفته بود کشورهای غربی ضد روسیه جنگ نیابتی یا خود گیبریدی اعلان کرده رسما ابراز داشتند که هدف آنها شکست استراتژی روسیه است. پس ارمنستان با کی سندهای استراتژی خود را امضا می‌کند؟ سندهایی را که چنین نقشه و هدف دارند، با آنهایی که می‌خواهند به اتحاد اوراسیایی ما زیان رسانند. به نشست آستانه سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان مهر گریگوریان معاون سروزیر را فرستاد. دیپلمات ها این اقدام را همچون بایکات ارزیابی نمودند، ولی پاشینیان تاکید کرد که با وظیفه های داخلی و معرکه انتخابات پارلمانتی 7 ایون بند است. در همین حال نهادهای دولتی روسیه واردات محصولات کشاورزی ارمنستان و از جمله پمیدار، میوه و مشروبات را منع کردند. سابق دیپلمات قزاق ژرس اورمانتای بر این نظر است که مانع‌گذاری و فشارهای مسکو می تواند نتیجه برعکس دهد. او می افزاید فعلا کرمل بالای ارمنستان نفوذ بزرگ سیاسی و اقتصادی داشته امکان دارد که یریون را در مقام حاضرش نگه دارد. اما اگر کوشش‌های مسکو ناکام گردند، مقام و منزلت مسکو در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا هم برهم می‌زند. تلاش‌های فرار یریون از زیر نظر مسکو زمان صورت می‌گیرد که سروزیر پاشینیان از پشتیبانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز برخوردار است. هفته گذشته بعد سفر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو به ارمنستان، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در انتخابات پارلمانتی ارمنستان از نامزدی پاشینیان دستگیری می‌کند. مقامات چچنستان میگویند به پسر رمضان قادیروف رهبر این جمهوری روسیه آدم قادیروی 18 ساله برای سهم گذاشتن در عملیات مخصوص نظامی در اوکراین مدال و یا نشان فخری دادند. در این باره احمد دودایف معاون رئیس حکومت چچنستان روز 1 ایون خبر داد. مقامات روسیه تجاوز نظامی به اوکراین را که ماه فوریه سال 2022 آغاز شد رسما عملیات مخصوص نظامی مینامند. نشریه تحقیقاتی ویارست که سال 2025 نوشت که از ماه فوریه سال 2022 این جانب به آدم قادیروف کم از 16 جایزه و نشانی فخری دادند. از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین او در عموم 22 جایزه به دست آورده است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و تا پایان برنامه با ما بودید. خبر و گزارش‌های بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org پیدا کنید و هم در صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
تا دیدار در برنامه‌های دیگر و روز و روزگار برای همه شما خوش.